گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرای زمانشون هستن. من چند تا کد راجع به اوقاف میدم خدمتتون آقا جون. شما میدونید دوستان 1/3 کل شهر اصفهان وقت سادات طلبه است، سادات روحانیه. اگه فقط همین یه موقوفه رو ما اینجا اجرا کنیم هیچ طلبه فقیری نداریم. فقط همین یه موقوفه. فکر کنید الان اونا رو کیا دارن میخورن؟ همونایی که دارن میگن که طلبه باید بدبختانه کنه. گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردرای زمانشون هستن. چقدر داشته؟ خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه. من قرار امام قوم باشم. امام قوم باید مثل امام صادق. ببین امام میفرماد ولی فقیه مثل پیغمبره. پیغمبر گدا نیست ولی فقیه نباید پیغمبر این باشه. به من گفتم تو ورثه الانبیایی، نبی گدا نداشتی، منم نباید گدا باشم. نبی دستش باز بوده میداده. چرا من چی از پیغمبر رو ارث بردم؟ فقط علم. 10 پاساژ در تهران وقف حوزه‌های علمی است. فکر می‌کنید از این 10 پاساژ چند تاشون مال حوزه علمی است؟ بابا آقا من میگم ما رو بی مهارت تربیت کردن. هتل عباسی وقف حوزه علمیه ولی اصل است.